کیس احساسیم بعد از آخرین دیدار و یا گفتگو در موردم چی فکر کرد؟ عزیزان لایک و کامنت فراموش نشه. کنار تو احساس شادابی میکنه، نشاط داره، دوست داره کنارت همه چی رو تجربه بکنه، حتی به سفر رفتن باهات فکر میکنه. اون احساس موفقیت میکنه از اینکه تو کنارشی یا تو رو داره. تو باشی در تمام کاراش موفق میشه، حتی در شغلش تو یه نیروی بهش میدی که انرژی اونو 100 چندان میکنه. اون کلن از تیپ و ظاهر تو خیلی خوشش میاد، احساسش به تو فوق‌العاده است. اون حتی به تشکیل خانواده کنار تو فکر میکنه و دوست داره کنار تو زندگی کنه و قصد حمایت از تو رو داره. احتمال ملاقات و دیدار دوباره رو با شما برنامه ریزی میکنه. تمام شب به فکر شماست، حتی به یکی شدن با شما فکر میکنه، به تمام لحظات خوش کنارتون، کلا فکرش درگیرته. اون شما رو یه شخص قابل اعتماد میبینه که میتونه بهش تکیه کنه، یه شخص دوست داشتنی میبینه. میدونه که ته دلت هیچی نیست و گاهی زود عصبانی میشی، ولی اون عصبانیت تو رو هم دوست داره و وقتی پشیمون میشی قیافت دیدنیه. میدونه خیلی عجولی و دوست داری حرف خودت باشه. خیلی